در قسمت پایینش ببینین یک پیچکش دیگه به همین شکل است اما رنگ زرد. این پیچکش چی میکنه؟ این پیچکش خب حالا پیچکش شما آماده شد، دسته‌اش هم تیار شد، تنظیمش هم کردین که با کدام اندازه باشه عیار شد که به راحتی شما اون پیچ مد نظرتون باز کنید. خب در اینجا قرار داره یا درخت است، درخت خرد کلان است، یا بعضی موبایل ها هستن که پیچای خرد دارن، ششرخ هستن، توسط از شما میتونین باز کنین، یا پیچای ششرخ کلان. وقتی قرار بده اینجا بر شما نشان میده 12 ولت، یعنی پایین ترین ولتیج از چی هست؟ 12 ولت است. اگر شما انگشتتان در اینجا قرار بده سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین. خوش آمدین به اولین ویدیوی آموزشی از چینل خودتان، چینل لرن، که در این ویدیو ما بر شما تول باکس با معرفی میگیریم که این تول باکس کدام مسائل در خود داره و چه کارایی ها را داره. اگر شما در خانه یا محل کارتان از این وسیله یا از این باکس داشته باشین چقدر کار شما را آسان میسازه. پس امید است که تا آخر ویدیو ما را همراهی کنین و دانه دانه این وسیله بر شما با معرفی بگیریم. خب دوستا، در این قسمت شما انواع پیچکش ها را میبینید که هر کدام از این سازهای مختلف داره و کارهای خود انجام میده. در اینجا ببینید این پیچکش که است پیچکش چهاررخ است که به رنگ سرخ نشان داده شده که در این تول باکس بر ما واضح میسازه که کدام پیچکش کدام رخها را داره. که پیچکش چهاررخ است، یعنی 4 سو داره، میتونه پیچ هایی که 4 داره 4 رخ باشد او را باز کنه. پس این به شکل در قسمت پایینش ببینین یک پیچکش دیگه به همین شکل است اما رنگ زرد. این پیچکش چی میکنه؟ این پیچکش هم درخت است که پیچای داره درخت یا درخت که باشن و چی میکنه او را باز میکنه. پس این را به رنگ زرد بر ما نشان داده که انواع پیچکش ها را که در این قسمت ما میبینید قرار داد. در پایین هم یک پیچکش خودترک چهاررخ هم داره که ما میتونیم بعضی پیچای کوتاه‌تر یا خردتر ما توسط از چی کنیم؟ باز کنیم. پس این پیچکش هست که ما زندگی روزمره ما اگر کدام وسیله ما خراب شود میتونیم توسط از این پیچکش ها راحت را باز کنیم، ترمیمش کنیم، دوباره او را پس بسته کنیم. این وسیله را خب همگی ما میشناسیم، حاجت به معرفی نیست که در اینجا قرار داده، میتونه کارهای خود داد. این وسیله که در پایین میبینین یا یک وسیله بسیار مفید و کارایی است که در آخر بر شما این معرفی میگیریم، بسیار مهم است. پس ویدیو ما را تا آخر تماشا کنید که این وسیله و دیگر وسایل دیگر هم به خوبی بشناسید. در این قسمت شما یک باکس از پیچکش ها را میبینید که این پیچکش های مخصوص است که بعضی پیچ ها ما همیشه پیچای درخت و چهاررخ نداریم، متفاوت پیچ ها داریم. پس این باکس میتونه انواع مختلف پیچ ها را باز کنه که به شما دانه دانه را نشان میدیم و طریقه کارش نشان میدیم که چه رقم کار میکنه. خب دوستا، این از همون بکسی از پیچکش های مختلف است که در خود انواع پیچکش ها را داره که پیچ های مختلف هم میتونید شما کدازی باز کنین. اگر شما دکان موبایل سازی دارین یا وسایل تعمیراتی دارین این میتونه زیاد شما را کمک کنه. خب این چه رقمی است، چه رقم کار میکنن؟ این که هست همون دستهش هست، دسته پیچکش هست که از اینجا تنظیم میشه که شما کدام نوع پیچکش دقیق قرار بده. این دیگه شما همگی میشناسین توسط از بعضی پیچای خود شما وقتی که باز کردین توسط میتونین بگیرین یا سیم یا چیزی که باشه توسط راحتی میتونین بگیرین که گیرا میگش توسط ازی گرفته میتونین، یعنی دست آدم خود بعضی جای خورده نمیتونه گرفته، توسط ازی شما راحت میتونین که او رو بگیرین. در قسمت پهلوی ازی که قرار داریم ما اینجا یک آینه که دراز قرار داره توسط از این ما میتونیم که طول پیچکش ما را عیار کنیم. یعنی چی؟ یعنی پیچکش ما را میتونیم هم دراز و هم کوتاه کنیم. و این قسم که باز شد، باز این را داخل از این قرار میدیم که میتونه که داخل از این بره به هر اندازه‌ای که شما کار داشتین که این را میتونین کوتاه و دراز کنید. بسیار ساده.
بعد از اون که کارتان خلاص شد به این اندازه، به هر اندازه که شما خواستین این قرار میتین و پس گیره زیر بسته میکنین، پیشتر میتین که هیچ محکم شه. خب پیچکش شما بسیار راحتی جور شد. خب پیچکش شما آماده شد، به هر اندازه که میخواستین عیارش کردین، دستی از آماده شد. حالا آماده است که اون پیچ مورد نظر شما را باز کنه. خب کدام پیچ میخواین شما باز کنین؟ در اینجا بر شما انواع پیچکش ها را قرار داده که شما توسط هر کدام پیچکشی که میخواستین باز کنین در اینجا هست. اگر چهاررخ خرد است در اینجا قرار داره، یا دورخ است، دورخ خرد کلان است، یا بعضی موبایل ها هستن که پیچای خرد دارن، ششرخ هستن توسط از شما میتونین باز کنین، یا پیچای ششرخ کلان دارن توسط از اینا شما میتونین باز کنین، یا هم اینی پیچکشایی که بعضی پیچا هستن داخلشان جای داره هستن، چهاررخ یا دورخ یا ششرخ هستن توسط از میتونین باز کنین، و یا هم پیچای دیگر رقم در اینجا بر ما قرار داده. در این قسمت بعضی پیچای مختلف هسته، پیچای تفاوت هسته که توسط از شما میتونین باز کنین. خب چه رقم پیچ هستن؟ مثلا شما اگر متوجه باشین ببینین ای تقریبا 6 رخ داره که پیچایی که مثلا داره 6 رخ باشن، 6 رخ به شکل 4 کنجی میتونه چی کنه؟ باز کنه. خب چه رقم در این قرار میگیره. اینجا بر شما جای گذاشته که این ما میتونیم در این قسم قرار بدیم یا چی کنیم؟ میره باز کنیم یا بسته کنیم. اما تو تمام ازیا هر کدام شکل میخواستین از اینجا میگیرین و در اینجا قرار میدین و باز میکنین. بسیار ساده، یعنی کار شما را ای بکس و با ای پیچکش ها بسیار راحت میسازه. خب ای بکس هم بر شما تشریح کردیم. در پایین میبینین یک پیچکش چند کاره وجود داره که این هم پیچ های مختلف باز میکنه. البته پیچ های 4 رخ به بالا که از 4 رخ به بالا هستن شما میتونین توسط از این چی کنین؟ پیچ ها را باز کنین. مثلا ببینین هر کدام از این سایز داره 25 20 15 و یا همون اندازه پیچ بر شما میگه که توسط شما ایره میتونین پیچ های مختلف چی کنین؟ باز کنین. پیچ های خرد باشه، کلان باشه، راحت توسط از این که بسیار دسته قوی داره توسط از شما میتونین باز کنین و همون پیچ دوباره بسته کنین. یعنی کار شما رو بسیار راحت میسازه. این وسیله دیگر هم همگی ما میشناسیم، متر است که تقریبا 3 متر است. توسط از شما میتونین جای را اندازه کنین و براتون معلوم شود. در پایین از این هم یک نوع پیچکش دیگه است که پیچکش ها هم که در این باکس هم نمونهش بود. در اینجا همون خود دسته یا همون شکل آینه که خود داره که هم اندازه و سایزهای مختلف داره، خورد الا کلان. توسط از شما میتونیم که مشکلتانه همون پیچ که میخوایم باز کنیم رو باز کنیم. حالا آمدیم به قسمت اصلی که اینجا یک نوع وسیله هست که شکل پیچکش دورخه داره. خب چی کار میکنه؟ زیادتر ما شما اگر در قسمت برق کار کرده باشیم یک نوع پیچکش داشتیم که موجودی برق داخل یک ساکت نشان میداد. یک گروپک داشت، وقتی داخل اون ساکت میکردی این گروپک روشن میشد. اگر روشن میشد برق داشت، اگر نمیشد اما کلکت در بالای سرش میذاشتی. خب این چه رقم است؟ این یک نوع پیشرفتش است که این توسط از این حتی اون مقدار برق داخل ساکت یا همون که وسیله که شما ازش برق میگیرین نشان میده. پس میایم نشان میدیم که چه رقم همون برق بر ما نشان میده. اینجا بعضی سویچ ها داره که توسط از این برق مثبت و منفی را بر ما نشان میده که بفهمیم کدام ساکت سوراخ لاینش یا برقش مثبت است یا کدامش منفی، و همچنان جریانی که در یک لاین است آیا در او لاین جریان برق وجود داره یا نداره. توسط از این ما میتونیم ببینیم. پس میبینیم که چه رقم کار میکنه. اینجا ما یک ساکتی که داره 4 خانه میباشه داریم که توسط از این ما میتونیم چند وسیله ما رو روشن کنیم که حال فعلا داخل از این برق جریان داره. خب ما چه رقم تست کنیم که آیا اینا داخلشان برق دارن یا ندارن. پس ما میم
خود از این پیچکش داخل یکی از این سوراخ ها قرار میده. وقتی قرار بده اینجا بر شما نشان میده 12 ولت، یعنی پایین ترین ولتیج از این چی هست؟ 12 ولت است. اگر شما انگشتتان در اینجا قرار بدین تا 220 ولت هم نشان میده که این برق تا 220 ولت برق جریان وجود داره که شما میتونین از این استفاده کنید. اگر شما در سوراخ دیگه قرار بدین، ورودی دیگه قرار بدین، میبینید که چیز نشان میده. پس شما باید انگشتان اینجا بانین، چرا اینجا برق منفی است. پس شما وقتی که اینجا قرار پس مثبت میشه، پس بر شما همون برق 12 ولت بر شما نشان میده. خب در این قسمت اگر دوباره بیایم این سویچ دیگه شو ببینیم، در این سویچ دیگه فقط همون جریان برق ایندایرکت یا غیر مستقیم نشان میده که تا 110 ولت هست که شما نشان میده که جریان غیر مستقیم است تا 110 ولت است. جریان مستقیمش تا 220 ولت بر شما قرار میده. و یک خوبی دیگه این وسیله داره که بر شما مثلا اگر اینجا لاین شما دارین، این لاین اگر قطع شوه یا کدام نفهمین که کدام قسمت از این قطع است، شما توسط از این میتونین همون جریان نشان بدین. اگر خود همین نوع که پیچکش در لاین قرار بدین و انگشتان در این قسمت بانین، قسمت دومی ایندایرکت بر شما میگه که در این لاین چی است؟ برق جریان داره. پس این لاین ماجور است و احیانا اگر این لاین خراب میشه که بل شما میتونین از این قسمت های دیگه لاین تانه بیارین. اگر دیدین که اینجا قطع شد، پس حتما در این قسمت لاین شما قطع است و جریان وجود نداره. به این اساسی کار میکنه و کار شما را راحت میسازه. تشکر دوستان که ویدیو رو تماشا کردین. امید است که چینل را لایک سابسکرایب کنین تا ما بتونیم ویدیوهای جدید را به شما با آموزش قرار بدیم. منتظر ویدیو بعدی ما باشین تا بخش دیگه از این تول باکس رو به شما معرفی کنیم که کدام وسایل کدام کارکرد داره، دانه دانه بر شما معرفی بگیریم. ما را در پیشرفت چینل حمایت کنین تا ویدیو بعدی و آموزش بعدی. وقتتان خوش.